با عرض سلام و درود به همگی. ما در مدینه قرار داریم. البته این جایی را که میبینین یک کم ترک از مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دورتر است و خیلی که میبینین مردم مهاجری عادی زندگی دارند اینجا و خرید و فروش میکنند یا اینکه دکانا باز کردگی هستند. توافقشون قطعی صاحب ملک اینجا چگونه است نامعلوم است. شاید اینجا را ارنده گرفتگی، شاید خریدگی هستند، شاید هم که ای صاحب خود عرب باشه یا کارگری دست اونها باشند. به هر حال همه اینها را میتونید که در اینجا ببینید. چیز مهمی که من میخوام بگم، آیا اینجا امکان داره که یکم خانه بیابیم، خانه ای که کوارتیرند یا اینکه ایجار بتن و زندگی کنی. برای کوارتیر یافتن در مدینه باید بدونیم که گرد و بر مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که پر از گسنیچه است و پر از مهمان خانه ها هست، پس امکان ندارد که در اون طرف کوارتیر بیابیم. اما دورتر از اون میشه یافت کوارتیرهای اینجا چگونه هستند. کوارتیرهای اینجا سالانه میتن، انا کنترکت میکنی، قچون سالانه پول پیش پرداخت میکنی یا اینکه در 2 بار پرداخت میکنی. به سبیل مثال در همین مدینه منوره ما 3-4 جا مثلا دیدم که از 15,000 ریال سر می شود. 170 متر کوادراتی عباره از 3 خانه و 1 زل است، قطع کخنی و حمام. اما یا 20 کیلومتر دورتر از مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. این 15,000 ریالش چند قدر دلار می شود؟ تقریبا 4,000 و چند دلار می شود سال ده. و اگر در ماه بگیریم شه 400 یا 300 دلار در ماه میغلطه. یعنی 400 یا 300 دلار در ماه میتونیم که در مدینه منوره خانه بیابیم. خانه 3 در خانه و 1 زل قطع کخنی و حمام داشته باشه. بعضیش هسته که پول آب و سویت هم در داخلش میدرو یا حساب میکنه و بعضیش هم نمیکنه. یعنی علاحده سومی سویت آب قطع گاز چی میکنی خودت میسپاری. بود هوا اینجا طبیعتا گرمه، پس سویت اگر رسخود شود بسیارتر در کندیسنی رسخود میشود. برای معلومات بیشتر میتونین که انا سوالتون بتین، انشاءالله جوابتون میتونم. واقعی زنده و سلامت باشید.